خب امروز سیمایی دیگری از سیمای صحابیات رو با هم میخونیم، از شاگردان نسل اولیه اسلام، از برگزیدگان و ستارگان آسمان هدایت. بانوی بزرگواری که ایشون هم مؤمن هست، هم مجاهد هست، هم در بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار زنان حضور داره، هم در میدان جهاد به عنوان یک پرستار هست و هم شخصیتی که نسبت به خانواده پیامبر و همسران پیامبر محبت داره و شخصیتی که جزو راویان حدیث هست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشه. مهمان ما در واقع در این برنامه یا سیمایی رو که میخوایم نقل بکنیم یکی از زنان فاضله و صحابیات نسل اولیه هست، جزو جنگجویانیه که کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. من خیلی برام زیباست، یعنی الان شاید تقریبا چندین جلسه است، نمیدونم شاید چند ماه شده که ما الان در زندگی صحابیات رسول خدا، بانوان صدر اسلام هستیم. هرچه خودم اینا رو خودم هم نگاه میکنم بعد با هم ما دوباره میخونیم، یعنی برام خیلی جالبه به عنوان یک معلم، به عنوان یک دانش آموزی که خودم در پای این درس ها قرار میگیرم، زیبایی این حالات و رفتارها و این نقش واقعی که تقسیم شده بین زنان و مردان در اسلام و این حفظ هویت زنان و مردان ایمانی اینها، اون چیزی که متاسفانه بعد از قرنها افرادی بالاخره تحت هر عنوانی، چه تهجر چه هر چیزی، این نقش‌ها رو از بین بردن که جای تأسف داره. اینها رو می‌بینم برای خودم خیلی لذت بخش. امیدوارم که شما هم واقعا لذت ببرید از این مسئله و بتونید درک بکنید که اون زمان صدر اسلام نسل اولیه چگونه بودن. بله ایشون هم جزو چنین شخصیت‌هایی است که در میدان جهاد از روایت از پیامبر فقه و علم و دانش و پرستاری و موارد دیگه حضور داره، ولی ایشون ام عطیه انصاری هست. ام عطیه انصاری. خب میگه معمولا به کنیه‌اش ایشون شهرت پیدا کرده و که در واقع اسم ایشون نسیبه بنت حارس هست. نسیبه بنت حارس انصاری هست که از بزرگان زنان صحابه به حساب میاد. در قاموس محیط نقل شده، در قاموس محیط، که 4 تا از زنان صحابه اسمشون نسیبه یا نصیبه بود. 4 تا، چون 2 نفر 2 تاشون نقل کردن که نصیبه بودن، 2 تاشون گفتن نسیبه. حالا بحث در این نصیبه و نسیبه نیست، هر دو درسته. که اینجا قاموس محیط نقل میکنه که 2 نفر اینها با فتح خونده میشد نصیبه. یکی نصیبه بنت کعب بود که ام عماره هست، داستان ایشون رو خوندیم که اون زن مجاهد بزرگوار، و دیگه نصیبه بنت سماک هست. 2 تا دیگه میگه با زم خونده میشه، نسیبه خونده میشه که نسیبه بنت نیار هست، و نسیبه بنت حارس که بانوی بزرگواریه که مهمان این داستانش هستیم ما در این برنامه، به نام نسیبه بنت حارس که به ام عطیه مشهور هست و قهرمانیه که ما میخوایم امروز در مورد ایشون صحبت کنیم. و وقتی که صحبت میشه کلمه نسیبه در لغت عرب یعنی کسی که دارای شرافت هست، دارای اصل و نسب و اصول، یعنی ریشه های قوی و محکم هست. اما اون چیزی که مهمه که فراموش نکنید، تنها کسی رو که در اون زمان نقل شده و هیچ تردیدی درش گفته شده نسیبه کنیش ام عماره هست، همین شخصیتی که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، ام عطیه. نسیبه که کنیش چیه؟ ام عطیه هست. و ایشون جز اولین زنانیه که از بالاخره انصار، از زنان انصار مسلمان شده، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده در اون بیعت مشهوری که اتفاق افتاده. و خب بد نیست که ما این بیعت مبارک رو دوباره یادآوری بکنیم، صحنه این جریان رو ببینیم چقدر جالب هست. میگه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه اومد، همه مردان اومدن با پیامبر مثلا بیعت کردن، بعد زنها اومدن، زنهای انصار اومدن و گفتن یا رسول الله، مردای ما اومدن با شما بیعت کردن، ما هم میخوایم با شما بیعت کنیم، دوست داریم، یا کنیم اینا نحب ان نبایک، ما هم دوست داریم با شما بیعت کنیم. و میگه با پیامبر چیکار کردن؟ بیعت کردن. فبایعنه، با پیامبر بیعت کردن. و خب از کسانی که اونجا با پیامبر بیعت کردن، خب یکی ایشون هست. در اون بیعت نیا کنید خیلی جالبه، بحث مسائل جاهلیه. اونها عهد و پیمان دادن
که دیگه مثلا چه رو رسم جاهلی بود، زنها در مصیبت‌ها در غمان البته سر کله خودشون میخراشیدن، موهاشون رو پریشون میکردن، صورتشون رو خشم مینداختن، این مثلا پیرهناشون رو پاره میکردن مثلا در غم و اندوه. متأسفانه الان این افکار جاهلی هم در خیلی جاها میبینیم، داد میکردن، میکشیدن، فریاد میکشیدن، نفرین میکردن و موهاشون اینجوری پراکنده میکردن و اون حالت عزا بود یا حرفای خیلی ناصحیح میزدن. میگه که اینا ما خب زنها همه بیعت کردن که دیگه از این کارها انجام ندن. ام عطیه رضی الله عنها جزو همین کسی که از کسانی که با همین زنها میاد با پیامبر بیعت میکنه و خود ایشون در مورد این بیعت صحبت میکنه. میگه رسول خدا صلی الله علیه و وقتی مدینه اومد، تعدادی از زنان انصار اومدن در یه خونه‌ای بالاخره. بعد میگه عمر ارسل الیهن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه و پیامبر عمر رو فرستاد. فقام علی الباب، عمر دم در ایستاد. فسلم علیهن، بر همه اینها سلام کرد. فرددن السلام، اونا بودن علیکم السلام یا علیک السلام. فقال، عمر چی گفت؟ انا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من فرستاده خدا یا پیام آور خدا محمد صلی الله علیه و سلم هستم برای شما. فقلنا مرحبا به رسول الله، اونا گفتن که خوش اومد رسول خدا و به رسول الله، اون کسی که فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بعد عمر گفت فتبایعن علی ان لا تشرکن بالله شیئا، حالا که میخواید بیعت کنید باید بیعت کنید که برای الله شریکی قرار ندید. ببین اسلام همینه، بیعت برای الله شریک قرار ندید. ولا تسرقن، دزدی نکنید. ولا تزنین، عمل فاحشه و زشتی رو انجام ندید. ولا تقتلن اولادکن، فرزندانتون نکشید، چه مادی چه معنوی فرق نمیکنه. ولا تأتین به بهتان تفترینه بین ایدیکن و ارجلکن، کاری نکنید که دچار بهتان بشید یا بهتان نزنید به کسی، بالاخره از اینجور موارد هست. ولا تعصین فی معروف، سعی نکنید در امر الهی در چیزی که معروف هست نافرمانی کنید. زنها گفتن قلنا نه، ما بیعت میکنیم و همینا رو قبول داریم. حقیقت کی از خوبی بعدش میاد؟ اون هم که در ازاشون پاداش داده بشه. میگه فمد عمر یده من خارج البیت، دستشون از بیرون در دراز کرد و مدد ایدیهن من داخلهن، زنها هم دراز کرد بدون که لمس بکنن. ثم قال اللهم اشهد، سپس گفت خدایا تو شاهد این بیعت باش. ام عطیه میگه فسألته، من اون موقع از عمر سوال کردم عن البهتان و عن قوله، و این که گفته میشه که لا یعصینک فی معروف چیه؟ میگه عمر گفت هی النیاحه، این داد و فریادهای جاهلی که بعد از مرگ میزنند و همین ناسپاسی ها میکنن، آی خدا و آی فلان و مو به پریشون بکن، مثلا چادر از سرت بنداز، روسری رو بنداز، مثلا سینت رو بشکاف، مثلا این لباس ها رو پاره بکن. سینه لباس ها میگیرن، یقه رو لباس ها رو خودشون پاره میکنن، ادای عزاداری در میان، به سر صورت خودشون چنگ میزنن که نشون بدن ما عزا داریم. گفت این از همون مواردی که مفهومش که بعد شما ازش پرهیز بکنید. در هر صورت این بیعتی بود که همه زنان مؤمن این رو پذیرفته بودن با جان و دل و خب طبیعیه که ایمان خودشون و روح خودشون رو با اون شکل میدادن و اینها خب پرورش یافتگان این مکتب هستن که باید موارد دینی رو آموزش یاد میگرفتن، دستورات الهی رو و وفا هم کردن و صبر هم کردن، فقط به خاطر اینکه هم در دنیا خوشبخت میشه در این دستورات انسان. وقتی که واقعا نگاه کنه این دستوراتی نیست که سبب عقب ماندگی انسان بشه، رشد و ارتقای انسان میشه. این اتفاقا امروز و هرچی ما نگاه میکنیم احکام الهی چقدر واضح روشن برای یک زندگی عادی و نرمال و چقدر خب طبیعیه که اون دنیا هم شرایط خوبی خواهد داشت. اما تصاویری از میدان جهاد، مبارزه جهاد این شخص ام عطیه یا نصیبه ما بخوایم براتون اینجا نقل بکنیم، این که ایشون هم با سپاهیان در حرکت میکرد و بالاخره تشنگان رو غذا میداد، تشنگان مجاهد رو، زخمهای اونها رو مداوا میکرد و خونهاشون رو سعی میکرد بند بیارن، چیزی میسوزوندن، میذاشتن غذا برای مجاهدان آماده میکردن. در روایت صحیح اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یغزو به ام سلیم و نسبت من الانصار، پیامبر وارد غزوات میشد، ام سلیم باش بود و تعدادی از زنان انصار بودن. معهو فیسقین الماء و یداوین الجرحا یا جرحا،
اینها آب میدادن و زخمی ها رو مداوا میکردن و رسول خدا صلی الله علیه و میگه که این کار جایز دونسته بود و که زنان بیان بالاخره در میدان جهاد همراه بشن برای مداوا کردن بیماران و بالاخره رسوندن آب و غذا و مجاهدان اینها، همونجوری که همسران خود پیامبر در این شرایط شرکت داشتن. ام المؤمنین عایشه که در 2 غزوه شرکت داره، احد و بنی مصطلق، ام سلمه در غزوه خیبر و فتح مکه. خب ام عطیه انصاری نصیبه این هم همینجوری در جنگ ها سعی می‌کرد در غزوات کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باشه. امام مسلم نقل کرده که ام عطیه میگه که غزوت مع النبی صلی الله علیه و سلم، با پیامبر در غزوات شرکت کردم، 7 غزوات، 7 غزوه من با پیامبر بودم، اخلفهم فی رحالهم، که من میگه در پشت کاروان اینها بودم، فاصنع لهم الطعام، براشون غذا آماده میکردم، و اداوی الجرح، زخمی ها رو مداوا میکردیم، پانسمان میکردیم، مثلا بهشون میرسیدیم، و اقوم علی المرضى، و بر بیماران اونها رو بالاخره جهت مداواشون و حال احوال پرسیشون و حفاظتشون اونها سعی کردیم اونها رو سرپرستی بکنیم. در غزوه خیبر هم ام عطیه جزو 20 زنی هست که همراه پیامبر هست و تا بتونن از این اجر و مقام جهاد بهره مند بشن. نکته خیلی جالبی که از ام عطیه، خب با همسران پیامبر خیلی رابطه خوبی داشت و هم سعی می‌کردن وقتی پیامبر خونه ام المؤمنین عایشه است می‌دیدن توجه بیشتر نسبت به عایشه داره. خب طبیعی حالت روحی، نه اینکه خدا نکرده عدالت به این که پیامبر رعایت نکرده، یک سری حالات عاطفی روحی رو کارش نمیشه. اونها متوجه بودن و سعی می‌کردن بیشتر اوقات که هدیه میبرن برای پیامبر اون موقع ببرن و میگن که خب ایشون به پیامبر صلی الله علیه و آله اومد نزد عایشه، دید که مقداری غذا و اینها هستش، چون گوسفندی کشته بود ام عطیه و بالاخره اینا. بعد گفت عایشه چیه؟ میگه که اینو نصیبه ام عطیه فرستاده، گوسفندی کشته و بالاخره هدیه فرستاده و اینا. و پیامبر میگه خب خوب جایی فرستاده به، یعنی تونسته تشخیص بده چه کار انجام بده در چه موقعیتی. این تشخیص حالات و رفتارهایی بوده. و اما در ارتباط با ام عطیه، با دختران پیامبر، اونچه که نقل شده اینقدر ایشون نزدیک بود با خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت در سال 8 هجرت، ام عطیه خودش نقل میکنه، میگه وقتی زینب دختر رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، پیامبر گفت که اغسلنها وترا ثلاثا و خمسا، 3 بار بشوریدش، 5 بار میشوریدش، یا وتر بشورید 3 بار یا 5 بار. بعد وجعلنا فی الاخر کافور شیئا من الکافور، در آخر که شستید یه مقداری از کافور و خوش عطر بذارید بالاخره رو بدنش. و اذا غسلتهن فعلمنی، وقتی که بالاخره غسل تموم شد به من خبر بدید. میگه وقتی ما غسل دادیم و بالاخره اون کافورها رو گذاشتیم، پیامبر گفت من خبر بدید و بالاخره اون کفن و اینها رو قرار دادن دیگه. میگه امتی بالاخره زنان مسلمان رو در عهد پیامبر سعی میکرد کار غسل و کفنشون رو انجام بده به خاطر مزد و پاداش. و جالبه که خب ایشون فقیه در این قسمت و زنان انصار مثل سایر زنان انصار در حفظ قرآن، در حفظ روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کوشا بود. 40 حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون روایت شده ازش که 6 تا امام بخاری مسلم با هم متفقن. یکی امام بخاری تکی آورده، یکی امام مسلم، یعنی مجموعاً 8 حدیث رو امام بخاری مسلم از ایشون نقل کردن و اصحاب سنن دیگه هم همیشه از ایشون روایاتی رو آوردن. و انس ابن مالک نقل میکنه بالاخره کسانی رو که از ایشون روایت کردن و کتب حدیث اومده. امام ذهبی نقل میکنه ایشون از فقهای صحابه بود. دقت کنین، ایشون از فقهای صحابه بود و ایشون نقل میکنه، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما گفت قد نهینا عن اتباع الجنازه، ما منع شده بودیم زنان از این که بخوایم دنبال جنازه ها را بیفتیم، و لم یعزم علینا، و اما به ما اجبار نمیکردن که حق ندارید جلو اون رو بگیرن با خشونت. ما گفتم خب بهتر این کار رو انجام ندید. بالاخره گفتیم در کتب 6 حدیث موارد ایشون اومده که نقل کرده و حتی این روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه لا تحد المرأة علی میت فوق 3، هیچ کسی حق نداره برای مردهش بیشتر از 3 روز عذاب بگیره مگر برای کسی که همسرش مرده، شوهرش مرده، که این 4 ماه و 10 روز عذاب میگیره، که در این 4 ماه و 10 روز که لباس رنگی رو خودش خوشگل و آرایش نمیکنه، با عطر و مطر بخواد بیاد بیرون بین مردم، مگر که در همون حد گرفتن ناخن و اون نظافت‌های طبیعی هست. در حساب ابن عبدالبر نقل میکنه ایشون به بصره اومد، در خونه یکی از اهل بصره جا گرفت و
در خونه بنی حلف میگن، بالاخره در خونه بزرگی داشتن چون جا گرفته بود و دیگه مدینه رو ترک کرد. اواخر عمرش رو در بصره بود و اهل بصره بالاخره خیلی از تابعین و صحابه که اونجا بودن پیشش می اومدن و توجه میکردن. حتی سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه پیش ایشون میرفت، خونهش میرفت، ازش سر میزد و خب ایشون هم روایتی از پیامبر نقل میکرد. به ویژه خب اهل بصره می اومدن نحوه غسل و کفن رو از ایشون میپرسیدن و یاد میگرفتن تا از این خیر بهره مند بشن. حتی حدیث مشهوری که ظرف پیامبر رو نقل میکنه، آنی پیامبر، از روایات ایشون هست که نقل شده. در هر صورت ایشون تا سال 70 هجری، سال 70 هجری زنده بوده، در حالی که زندگیشو در علم و جهاد و فقه و فقاهت و اعمال نیک و احسان انجام داده. خداوند از همه این بزرگواران یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم راضی باد و ما رو همین توفیق بده که بتونیم در مسیر این بزرگواران همراه باشیم. تا روز دیگه و فرصت دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.